در دور پنجم چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به فوتبال دسته ریگر تدس در میدان خود دسته پنجشیر ناحیه جلال‌الدین رومی را قبول نمود. در میدان متالورگ شهر تروزاده قریب 3000 مخلصان از هر دو دسته جمع آمده بودند. بازیگران هر دو دسته ها با چست و چالاکی مهارت خیلی خوب نشان دادند. همینطور در دقیقه 15 قسم اولی بازی برای بازیگری دسته ریگر تدس تحت رقم 20 فیروز رحمتوف میسر گردید که حساب را کشاید. گل اولین را وارد دسته مهمانان دسته پنجشیر گرداند. حساب را در نگذشته بازیگری دسته ریگر تدس در دقیقه 34 قسم اول لگانری گانگا تحت رقم 14 اکوفورو گرشان دیگر نمود. همینطور قسم یکم بازی بر حساب 2-0 به فایده دسته ریگر تدس به انجام یافت. در قسم دوم بازی در دقیقه 49 توپ سوم را بازیگر ریگر تدس کامل جان سعیدوف به نشان رساند. در دقیقه 64 کاپیتان دسته ریگر تدس خورشید محمودوف و در دقیقه 83 تحت رقم 15 شادیبek غفورов گل‌های چهارم و پنجم را وارد دسته مهمانان کردند. در دقیقه 88 پیش از انجام بازی نعیم جان خالوف تحت رقم 12 از دسته مهمانان دسته پنجشیر جلال‌الدین رومی گل یگانه را وارد دروازه ریگر تدس نمود. همین بود که حساب 5-1 به فایده دسته ریگر تدس بازی به انجام رسید. بعد از انجام بازی مربیان هر دو دسته چنین ابراز عقیده نمودند. بازیگران گرچند که کم تجربه باشند لیکن برای اصول محافظت دسته که عموما برای بوی دادن همه خیلی چی ندارن. تو اولی اشتراک بگیم دوبار تو آخر مبارزه میبرن و خیلی که امروز باری دیگر دیدیم از سر توپ و دسته پنجشیر از دیگر دسته هایی که در لیگ اولی بودن تفرقیت میکنند. درباره بازی گفتنی هستم که ما دسته ما که امسال سال یکم در لیگ اولی برآمد میکنن همش بازیگرای ما بازیگرای دسته ناحیه خودم ما میشد مکتبی ورزشی خودم میشد ما را رئیس ناحیه ما دستگیری خوب کردند در همین لیگ یکم و چمپیون شدیم در لیگ اولی اشتراک کردن رو راحت گرفتیم. مربیان هر دو دسته هنگام صحبت قید نمودند که از داوران بازی امروزه میدان راضی نیستند. حلال سودیگی کردن بازی هم نظم میشه. همه از داوران وابسته است. داوران خطاگی بسیار صادرات کردند. من اول غیر قناعت بخش هستم. بازی را بگیم اینها فقط روباری میکنن. ما مربی در اینجا روباری که در میدان نمیتونیم لیکن اولی داوریشون همین عموما بریگاد که امروز داوری کرد من عموما از همین داوری روزی نیستم. دسته پنجشیر ناحیه جلال‌الدین رومی چون امسال باری نخست در لیگ عالی بازی میکند مربیش قید نمود که از باخت امروزه راه افتاده نیست. مقصد دارد که در بازی‌های آینده کمبودی‌ها را برطرف سازد. خورشید علیموف رستم پیر محمدوف از شهر ترسونزاده برای برنامه نوید.